شرکت بین المللی هوایی پاکستان و یا پاکستان اینترنشنال ایرلاینز سر از 14 اکتبر پروازهایش به کابل را متوقف کرد. سخنگوی شرکت یاد شده در صحبت با خبرنگار ریترز گفت که دخالت طالبان به کار آنها باعث قبول این اقدام شده است. تا دستور بعدی شرکت بین المللی هوایی پاکستان پروازهایش به کابل را متوقف کرد. قرار بر پایه یک عده حادثه های گرفته شده است که در کابل به وقوع پیوسته فضای کاری شرکت را نامطلوب و غیر قابل قبول برای پروازهای بین المللی کرده است. پیش از آن حکومت طالبان به دو شرکتی که با کابل روابط دائمی برقرار کرده اند، یعنی شرکت بین المللی هوایی پاکستان و شرکت افغانی کامیر، دستور داد که نرخ بلیط پرواز را به نرخ پرواز در ماه اوگوست برابر کنند. در صورت اجرا نشدن این حکم، طالبان هشدار دادند که پروازهای این دو شرکت را منع می کنند. به قبل یک اداره بلیط فروشی کابل در زمان حکمرانی حکومت رو به غرب افغانستان نرخ پرواز از کابل به اسلام آباد پاکستان 120-150 دلار قیمت داشت. حاضر باشد پرواز در خط سیر کابل اسلام آباد تخمیناً به 2,500 دلار برابر شده است. با سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه اوگوست، مدت فرودگاه کابل بسته شده، توسط آن نزدیک به 100,000 خارجی و افغانهای همکار با کشورهای غربی از افغانستان بیرون شدند. ماه سپتامبر فعالیت معمولی فرودگاه کابل برقرار شد.